سلام علیکم. خوب هستی کاکا جان؟ صحتت خوب است؟ بخیر است ان شاء الله. چطور استادی اینجا؟ اینجا مسلمان شما پیدا شد یک کمک کنه دیگه. غریب هستیم، مسلم هستیم. در کجا زندگی میکنی؟ در پشت مارکت. پشت مارکت. خانه از خود است یا کرایی؟ نه کرایه. در فامیل چند نفر هستی؟ 11 نفر فقط. زمستان چطور تیر میشه؟ دیگه این مقصد هستیم، مقصد یکدم فوران بالا میشه دیگه. با زمستان چیز به سوق گرفتین یا نه؟ نان خوردن ما پیدا نداریم. ببخشید گفتی در فامیل چند نفر هستی؟ 11 نفر. کدام بچه کلان داری کار کنه؟ نه بچه های خود هستن، دخترها کلان هستن. چطور خود چی مشکل داری؟ ما خودم در کمرم پرچه بام خدا فرق شد. خب خداوند ساعت کامل نصیبت کنه کاکای خیر. دیگه از طرف بنیاد خیریه باران رحمت دوستا مد نظر گرفتن یک چیز همکاری برتان کرده دیگه از دویتان فراموش نکنین. خداوند با هم همکاری کنه با شما همکاری کنه که شما مقطع تلاش میکنه خیر ببینید در جوانتون باید شب و روز دعاگوی هستیم. بخیر باشین، سلامت بسیار زیاد باش که من می امانتی را گرچه کم از اگر کم ما کرم شما کاکا جان از دویت فراموش نکنی کسایی که کمک کردن کمک کنی. سال در 5 وقت نماز خود دعاگوی است. خدا نگیرده. هر مسلمانی که تو یک غریب آدمی که در طرح شهر سال روز دعاگوی است. بخیر باشی. خداوند نگهدارت. عمر دراز خداوند نصیبت کنه. خداحافظ. بخیر باش. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوب است. بخیر هستی؟ چطور در یا هوای سرد ای سر کار نیست. یه بار بین دکان سر صبح را کنیم چی کار نکردیم. دکم زایی؟ میدان شهر. میدان شهر؟ این دیگه کشتی کاربار شد تولی چیز پیدا کردی نکردی؟ نه. دیگه آب هوای سرد خنک نخوردی؟ از چه خمالود میشه خوب خنک خوردی؟ یخ هست. خانه کجاست؟ 40 ساعته. خانه از خود است یا کرایی؟ کرایی است. از صبح تا چند کار کردی؟ در بیار بمونه کار نکردی. کار نکردی؟ نه. خواه؟ همیال یک کسی که برابر شد کمک کنه بر چند خوش داری دستت بکن؟ 10 روپیه 500. 500؟ چه بیاد 500 دیر بیسترنگه؟ انسی دیری بیا که. یک دیگه دوستا از بنیاد خیریه باران رحمت برات کمک کردن خب؟ دیگه برش بخشان دعا که خداوند تو را هم ساعت کامل نصیب کنه یک صلح و آرامی در کشور بیاره که تو هم از این بی سرنوشتی بخیر خلاص شوی. صحیح است؟ صحیح. یعنی تو یک 500 گفتی من 2 دانه 500 برات بیتم درست است؟ صحیح. دعا کنی درست؟ خیر ببینید. بخیر باشی. برو دیگه اینی را گرفتی آب هوا سرد است خنک خوردی برو طرف خانه. صحیح است؟ صحیح. خداحافظ. خیر باش. خداحافظ. سلام علیکم. خوب هستی لالا؟ بخیر هستی؟ بیا کمکی طرف چند کدی گندنه را چیزا مولی سرخه که این کل کراچی چقدر مواد است در نظرت؟ یک 2,500 است. 2,500 روپیه؟ یک 2,500 یا با وقت سرد است یا با سرد کستال چیز خریده است بیشت؟ میخرن کمتم دیگه چطور میکنی؟ صبحانه چند بجه میایی اینجا؟ صبحانه ساعت 7 بجه میایم. 7:30 خانه در کجاست؟ خانه خوججم است. باز خانه کرایی سی از خودتان است؟ کرایی است. چند کرا میتی خانه؟ 3,000. بچه کلان خانه حتما خودت است یا داری؟ خودم هستم. نه خودم هستم دیگه چطور میکنی؟ پدرت زنده است؟ پدرم شکر زنده است. من ریسفه شده بیچاره. یعنی دیگه تمام خانه را خودت میچلانی؟ خودم میچلم. به شکل خوب است دیگه. میگه مرد باش؟ مرد خانه باش. آفرین به شکل حالا. خوب است زمین کاروبار که نکنی از اینکه بگردی یک طرف دیگه خامی کارم که باز مکتب درس چیز میخونی؟ والا میخواندم مگر 10 سال نرفتم میبینی کاروبار چی نیست. فقر این یک امامت نشد دیگه مکتب اعلا کردیم نرفتیم دیگه 1 سال. باز توسط زی میشه در خانه یگان کمک کده میتونی؟ شکر است که متم روز شب خودم میچلانیم دیگه. برو شکر. بعد زمستان چیز چوب بخاری چیز تا فعلا مانده نه تا فعلا نخریدیم. هیچ چیز نگرفتیم؟ تا فعلا نگرفتیم. خب بسیار خوب. از طریق بنیاد خیریه باران رحمت
دوستا برات مد نظر گرفته یک چند روپیه کمک کردن دیگه ما گفتم باش که یک دفعه ببینیم خودتام دی آب هوای سرد دیگه استادی دیگه یک دفعه دیدارتام کنیم خیلی اول پرسیام کدت کنیم زنده باشی. دیگه امرایت یک کمک کنیم بعد از او باز دیگه دلت کجا بودی یا رفتی طرف خانه خب مقصد یک چیز ناچیز برات کمک میکنه خیلی بینی زنده باشی خدا کمتان نکنه. مقصد دوستای کمک کردن برشان دعا بکنین درست است؟ صحیح انشالله. صحیح است؟ بست میکنه انشالله انشالله صحیح. بس است؟ بس اپا نیست. دعا بکنین انشالله صحیح. وقت خوش خداحافظ موفق باش خداحافظ سلام علیکم سلام علیکم. خوب هستی کاکا جان سرت خوب است و خیر است انشالله بایزاد باش خیلی. دی آب هوای سر چی میکنی چی چی هستی کنیم من بیچارگی به خدا 40-50 اگه بالا شد. بیا کمکی طرف بگیریم که باشه 5 تا 4 تا نان نرگل شد. چی هستی اینه می بود پرچاو بسکیت. وای والا کم شاکو بر بالا ولی پاپولا کون. بود را کار نور کو میخرم در بنور بالا 4 نیم میخرم 5 میفروشم. دمی با خدا که دانی یک روپم برام نمیمونم یک روپم که بونم به ما کفایت میکنه. چه قدر سرمایه از زمین چه قدر سرمایه این باشه سرمایه از والا 4 سال بمونم گرفتیم میرم روز خدا تیز میکنم روز میایم تا بالا به خدا پیسه 4 تا 5 تا نان خوش نمیشه. حالا به کجاست خانه خانم نیاز دیگه ترویستی یا از خود است خانه از خود ما شده. خانه از خود است برو شکر است امریکا. هزار شکر دروغ نمیگم برات. این پیغمبر درس میدم ترس خدا نماز دیگر هم خونده. نخوای خدا شما را نمی‌خوای. امت خیرات بده خداوند جمال چند برکت برکت تو کمک باشه خداوند قبطش که جمع کردن خدا به جمعی محمدی جمله کلم گوی سلام مبارک ببخشه اشار دغار بدون تو شمال کل جان ببخشه مریضای صدام شفای بخیر بده مصبرار بخیر در در کشور که باشه پس این کشور خود ما کار باشه بار باشه زندگی باشه تو در کشور بیگانه بریم ما شما مردیم مسافر میشه خاک خود ما خاک خودم است خپل وطن ما آزاد کشمیر وطن خود است چرا ما ملک بیگون مردم کلی به سرنوشت شهید دادن زخمی دادن خودمون مایی بستم دیگه کاروبار کسب کمال نمیتونم یعنی یک پیسه 4 تا نان که قلال پیدا میکنم اینم شکر کردم اینم افتخار است اینم افتخار است بایزاد باشین خیلی از شما یک جام دعوت تلویزیون دم که تشکر تلویزیون است کاکا جان نگفتی که بازمستان چیز گرفتی ولی نگفتی یک چیز داشته باشه یک چیز ولی یا چم داشته باشه ولی زغال داشته باشه ولی هیچ چیز ندارم لی خدا ولی دربار خدا سن میکروشگا کس خلاص 10 سال رایال هستیم یک بچه کار میکنیم بچه چی کنم بیچاره کرای برق بده کرای هوا بده چی بده ما ورد بخرم بر من روغن بخرم من ایران با خدا ده یک مایکون ممکن خانم خود جان کردیم یعنی امریکا میل گمام نمیزنم والا خوب اینم افتخار است که آمدی دیگه کار میگم خیرم پیسه یک چهار تا نور خود کده پلاو جوش میخوریم خیرم با خدا برم میشه اگه چایم داشته باشیم مرا گفتن تو برم گفتم خدا مهربان است خدا صغیر کبیر خودش کریم رحیم است خداوند یک نفر بر ما برابر کنه الله مهربان است که ما کمک کنه که یک با خدا در یک کلمه خوبی ان شاء الله سپری میکنید تشویش نکن یکی از دوستای ما به نام حاجی صاحب منیر است از خارج یک چند نفر براتون کمک کرده دیگه از دوی تو را فراموش نکنید نه باشه همیشه فراموش نمیکنم همیشه پیامخت نزدیک پیغمبر پیش ماست برای دعا میکنم کل مسافرها از شرق تا غرب بدون تا شما عزت نصیب کنه خدا قبطش که دمال برکت بده خانه جای شما سفیدا افتخار ماست شما رو به حالت میبینیم جگر ما خوب میشه دیگه چیز دست ما آمده نمیکنم مقصد یک چیزی که ناچیز دوستا برتان کمک کردن حاجی صاحب منیر بسیار دعا بکنین از خیرتان خیر باشه جام کردن خدا دمال برکت بده خدا قدر بده جام کردن این حاجی صاحب اینی 1000 اینی 2000 دیگه خداوند اجر نصیبت کنه دیگه از دویت فراموش چای مورد روغن شوا یک پیپ روغن کو شوا والا این خیر مشکل نیست تو فقط امر کو بگوی خبت ما قبرت میتم این یک پیسه دیگه که دگان صحیح است خداوند عمر دراز نصیبت کنه خدا حافظ قند خدا حافظ پدر یک دفعه داغوس لومبیا خدا خیر باش خدا السلام علیکم و رحمت الله چطور است کاکا؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ سلام علیکم. خوب است انشاءالله. صحتتان خوب است. کجا رو نصیب بخیر دو والا آمدم لالا جان نمیز شیشتا بهش بیا کمک کاکا جان. از کوته سنگی آمدم بدر یک دهی کار کردیم اگه دیگه یک روپا کار کرده باشیم بازان خدا رسه اگه یه چیزی در خانه داشته باشیم. خودت خود زیاد کار کردی. بیخی مقصد مانده شدیم بیخی از پیسه مقصد 10 روپه 20 روپه کار کنیم بس خلاص یعنی تلاشی کردم میتونید نه دیگه اینه میگه پتون بر ما کل چیز است
ما خب به خاطر زیال استاد تا نکنیم خدا نکرده تحقیقات کنیم. خب مقصد گفتیم باش یک دفعه میرا روان بودین دو به دو قصه میکنین از احوالتان آگاه شیم چطور است زمستان خانه روز روزگار. والله اگه نمک چوب داشته باشیم و زغال داشته باشیم بغیر نام خدا اگه نمک چیز داشته باشیم. خانه در کجاست؟ کرایی است خدا؟ نه کرایی 2000 کیلومتر به خدا ناله شاسرم مریض است خدا رسه مقواس قدرت ندارم مت شفاخانه ببریمش. با خدا 1500 دیگه نفر قرض کردیم او را ما پیش دکتر بردیم. خب یا خداوند شفای عاجل نصیبش کنه ان شاء الله. یکی از دوستان ما به نام حاجی صاحب منیر از خارج براتون کمک کرد. خداوند خیر و برکت بده شما هم خداوند خیر و برکت بده که بر ما چی کنه خیر ببینه خانه آباد. به خیر باشین. دیگه خداوند شما را اجر نصیب بکنه. خیر ببینه. این یک پیسه دیگه کم از خودت این یام از خودت دیگه میوه خشک دانه بر اولادا ببرین. اوقات خوش داشته باشین. خداوند کمتان نکنه. خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. خوب هستی کاکا؟ چند کدی؟ 350 روپیه. دا ټول 100 کیلو ده. دا ټول به 50 کیلو وي. 50 کیلو. 100 روپیه کار کړی ده تر اوسه. من خو چې نه و جمعه ورځ نو بازار مو. کله خدا شکر. په کوم ځای ژوند کوي؟ دلته سراراتي کیم. کوم ځای؟ دا سراراتي کیم. کور ستا ده یا کرایي ده؟ نه دلته اتاقونه کوم میدان شهر کې. او یو څوک هغه حاجي منیر نوم لري ښه د خارج ده یو 100 روپۍ کومک کړې ده دا واخله چې شی چې کېږي انشاءالله دعا و برکت وکړه انشاءالله. مې ورکې ورور دا کراچۍ نه خیر اوسئ مننه. من دا ورور ته مې خیر ده صحیح ده صحیح تو دا واخله دا څه شی اخله چې دا ستا زړه کېږي بیا بل انشاءالله کومک مننه. ښه وخت. سلام علیکم. خوب هستی کاکا جان؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ جانک جوره؟ شکر الحمدلله. چطور ده یا با سر دیگه شدی؟ چطور کنیم روزگار تلخ است دیگه نمیشه طاقت باید امروز زده خورد کنیم تا که یک چیز درگیر من بیاید. سر خوب ده کجا زندگی میکنی؟ انا سرم کوز زندگی میکنم نه باغ دارم نه او دارم نه دیگه دارم 2000 هم چی میگیرن از پیش من کرا میگیرن. وطن از کجاست؟ وطن از قندوز است. از قندوز هستی؟ حتما اینجا مهاجر است؟ مهاجر هستیم دیگه چطور کنیم؟ اونجا دیگه کار از خواب دیگه اونجا کار دهقانی از زمستان بیکاری است. کدام بچه کلان داری حتما کار میکنی یا نیست؟ ندارم. بچه خوردم یک 7 ساله است. باز دیگه کشتی یگان کاروبار میشه یگان ایست امروز بیزادی در با کار کردیم. در با کار ما الهی شکر. توکل ما به الله است. هر چی که روزای از باشه. بیشک. زیادش هم دیدیم کمش هم دیدیم دارایش هم نداریم ناداریش هم اما تیرش رفتار است دیگه. چطور کنیم لاله؟ این رقمی است. بیا خداوند اجر نصیبت کنه. دیگه خداوند این روزای سخت به خیر به خوبی سر تمام ما و شما ان شاء الله که سپری شه به خیر. از سر کل ما و شما خدای تعالی این روزا را چپ کنه. یکی از دوستای ما به نام حاجی صاحب منیر از خارج یک چند روپیه کمک کرده. خوش. دیگه تقدیمت میکنیم فقط برش دعا که از صدق دل انشاءالله. انشاءالله خدا در دنیا در دنیا خارج نکنه بلای زمین آسمان از سرشان دور کنه خدا گذاشتگانی که خدا جایش جنت کنه جایش جنت الفردوس بگردانه این همه دعای ماست. تشکر سلامت باشی خدا نگیرته. خداوند اجر نصیبت کنه کاکا جان. خداحافظ. 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 خدا خیرتان استک مبارک. چطور دوستای تا یخ زده؟ یخ زدن سودا گرفتیم با کاکای خود میبرم. کجا روان هستی بخیر؟ طرف خانه خود لالا جان. کاروبار شد یا نه؟ اینم یک 60-70 روپیه کار کردیم اینو میره خریدیم. برای شکر از دمی 60-70 روپیه. قربانت بخیر باشی تشکر. کجاست خانه؟ خانه باغ بالا. کرایی سیاست خود؟ نه شکر خدا از خدا. از زمستان چوب بخاری چیز ماندی تا فعلا چوب گرفتی؟ فعلا خود چیز نموندیم نه. مقصد خانه از خود ماست خانه کرایی نیست. هیره برای دروغ نمیگم. خانه گلی از پدر مونده. برای شکر است. قربانت تشکر. یکی از دوستای ما به نام حاجی صاحب منیر از خارج برتان کمک کرده. تشکر. دیگه شما برشان دعا بکنین. بهشان از احسانشان ممنون هستیم. خداوند از این روزه که سر کل ما و شماست خداوند ان شاء الله که به خیر و به خوبی سپریش کنه. قربانت تشکر خیر ببینی. بخیر باشی. اینم 1000 افغانی رو بگی دیگه خداوند امیر دوال مالت برکت ایجاد کنه. الهی آمین. گرفتنش خوب نیست
خب بازم لطف کردی اگه نه من از پیشتان را خواهان نبودم. تشکر یک جهان از پیشتان اظهار همیشه تشکر. سفید بر ما کل چیز است. قربانت. مثل پدر ما وارسته احترام تا داریم. قربانت. دیگه با احترامت پایین میشدیم خو کمک مشکلات از دیگه پایین شدن اش تگانی برات پایین میشدیم. برو خداوند تو را خیر بده. نصیبت کنه. یعنی ما پایین شدم. اوقات خوش بسیار بازم- ببخشید. سلام علیکم. خوب هستی کاکا جان؟ ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ چطوری دستایت تو یخ زده؟ والا دیگه چی کنیم؟ کار غریبی است دیگه. کجا روان هستی بخیر؟ برو ما سر فلکه اونجا سر چهارراهی تو شده چیز کاروبار شده؟ 300 روپیه کار کنیم 300 روپیه کار کردی؟ بسیار خوب. خانه کجاست؟ خانه این کار کنم از خود است یا کرایی؟ یه کرایی است خانه خود ندارم از زمستان چوب سوخت گرفتی چیزه؟ خود داشته باشیم خود مسلمان نباشیم اگر یک سر کچالو در خانه داشته باشیم یک دانه تو چوب میدیم کدام بچه کلان هم داری کار کنه همراه خودت همکاری کنه؟ مکتب میره مکتب میره؟ چند ساله است؟ 18 خدا خداوند اجر نصیبت کنه انشالله. یکی از دوستای ما به نام اونمو بود که مال نان رفتیم نان گرفتیم برای اشرایی کنیم خانه ببر یکی از دوستای ما به نام حاجی صاحب منیر از خارج به میان وطنا کمک کرده دیگه برش دعا که خدا اجرش بده او بدون دو خدایی دعاست پای غریب مسکین بیچاره میگه خودش دعاست خداوند تو را عمر دراز نصیب کنه صحت و کامل نصیبت کنه زنده باشه آرام باشه همه شما اینمی 1000 روپیه که بگی دیگه خداوند این برکت ایجاد کنه الهی آمین خدا خوش اجرش آرام بده باشی زنده باشه خداحافظت پدر قند خداحافظ خیر باش خدا